سلام و درود به همه دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدید به ویدیوی پارت دوم از آنباکس و بررسی پاوربانک کانفلون، همون 5 مدلی که بهتون قولشو داده بودم، 3 تا 20000 و 2 تا 10000. خیلی سریع و بدون معطلی میریم برای آنباکسش. دمتون گرم که منو همراهی میکنید، لایک و کامنت فراموشتون نشه. برو بریم. خب اول میخوام از 10000 شروع کنم چون 20000ش یه خورده جذابه، باحاله. بذار اول از 10000 شروع کنم بعد بریم سراغ 20000. دو مدل 10000 داریم، مدل آسیا 8 کیو و آسیا 5. این آسیا 5 هستش و این آسیا 8 کیو. اول میخوام از آسیا 5 شروع کنم. مشخصاتش ببینیم چی هست. 10.5 وات زده بچه‌ها، 10000 اینپوت و اوتپوتش هم، اینپوتش تایپ سی 2.1 آمپر، اوتپوت 2 یو اس بی 2 آمپر. اسمال سایز بچه‌ها. این پاور بانک تبلت و گوشیاتون رو میتونید شارژ کنید. اسمال سایز موبایل پاور سپلای. با این پاور بانک قشنگ میتونید گوشی و تبلتتون رو شارژ کنید. خوراک کارهای روزمره‌تون قشنگ قابل حمله، تو جیبتون راحت جا میشه. قشنگ دوتا با گوشیتون روی هم میتونید دستتون بگیرید. خیلی پاور بانک خوب و مناسبیه برای کارهای روزمره‌تون. یه جایی هستید حالا مثلا دسترسی به برق ندارید، کارتون گیره، میتونید خیلی راحت از این پاور بانک استفاده کنید. داخلش چیزی نیست بچه‌ها، فقط یه دونه بروشور راهنما هست، یه دونه همون کابل یو اس بی به تایپ سی که همیشه استفاده میکنه کانفلون. این استاندارد رو رعایت میکنه. خیلی سریع بریم خود پاور بانک رو ببینیم. شکل ظاهریش بچه‌ها اندازه یه دونه گوشی آیفونه. خیلی خوش دست و عالیه، خیلی هستمش. قشنگ خوراک دم دستی بودن و سریع گوشیتون رو میتونید باهاش شارژ کنید. بچه اینجا یه صفحه‌ای داره، من اینو براتون بکنم. این صفحه علنا کارایی نداره به نظر من. مثل دکمه پاورش رو بزنم. او درصد شارژش هم بچه با نور LED بهتون نشون میده. یه صفحه داره، فقط یه صفحه پلاستیکی شفاف، فقط اصلا کارایی نداره. ولی خیلی پاور بانک خوش دستیه. از لحاظ ظاهری خیلی پاور بانک خوبیه. بعد متریالش و کیفیتش هم عالیه. بچه‌ها 2 تا درگاه خروجی USB داره. یک درگاه تایپ سی داره که با تایپ سی فکر کنم فقط میتونید با 2 تا USB میتونید خروجی بگیرید. با تایپ سی فقط باید شارژش کنید. تایپ سی بهتون خروجی نمیده، فقط یو اس بی ها بهتون خروجی میده. درصد شارژش هم با این نمایشگرای کوچیک که بالای درگاه تایپ سی هستش شارژش رو میتونید نگاه کنید. الان 4 تاش پره. خب اینم از این، دیگه زیاد چیز خاصی نداره. یه پاور بانک معمولیه. بازه قیمتیش هم بین 700,000 تومان تا 1 تومنه. خیلی پاور بانک مناسب و خیلی پاور بانک خوبیه. خب بریم سراغ بعدی. آسیا 8 کیو هستش کانفلون. این پاور بانک بچه‌ها 10000 3 تا خروجی داره، 22.5 وات. فست چارج موبایل پاور سپلای. مناسب تبلت و موبایله بچه‌ها. حالا این گوشه این آخر فکر کنم این PSP، یعنی کنسولای PSP، کنسولای کوچیکم میتونید باهاش شارژ کنید. انتها عکس اون PSP رو کشیده. پاور بانک اینم خوش دستی. سریع بریم برای آنباکسش. این چه خبره؟ او بچه یه کابل داخلش یه چیزی نیست. تمام بچه یه کابل جدید هستش اینجا. فکر کنم همون کابلیه که یه سرش لایتنینگ، یه سرش تایپ سیه. این کابله، این ورش هم تایپ سیه. فکر کنم کابل سرخورد میکنی پاور بانکتون. این همون کابل سفید یو اس بی به تایپ سیه که کانفلون همیشه استاندارد رو رعایت کرده. خود پاور بانک بچه سبک، راحت. بازه قیمتیش هم بین 1 تا 1.500. 10000 میلی آمپر هستش. آسیا 8 کیو خوش دست. اینم دقیقاً هم اندازه همین آسیا 5. نه یه مقدار لحاظ طولی مثلا قدی بلندتره تو ارتفاع. از لحاظ طولی کوچولو بچه‌ها از آسیا 5 بزرگتره. بتونید بیشتر. واو بچه‌ها صفحه نمایشیش خیلی باحاله. صفحه نمایشی شما داخل خود پاور رو میتونید نگاه کنید به این صورت. 2 تا درگاه تایپ سی داره. یه درگاه تایپ سی زده هم ورودی هم خروجی. یه درگاه تایپ سی داره. این داخل این گودال است، داخل این شیاره است که اینجا ایجاد کردن برای اینه. تایپ سی میزنید اینو باید داخل این بره. آره بچه‌ها فکر کردم نمایشگر داره مثلا نشون میده درصد شارژ باتریشو LED نشون میده
که چند درصد شارژ داره، ولی خیلی باحاله. نور LEDش هم خوبه. این دیگه میشه کابل سرخود، یه کابل لایتنینگ، یه کابل تایپ سی. پشتش هم جا داره که میتونید پشتش هم جا داره میتونید کابل رو اینجوری نگه دارید به این صورت. جای این کابل که تو دست و پا نباشه، اینجوری آویزون نباشه، اینجوری آویزون نباشه. میتونید اینو براش اینجا جا گذاشتن، جایی درست کردن که میتونید این سریاشو بذارید این داخل. همین دیگه، چیز خاصی نداره این پاور بانک. کیفیتش هم مثل همونه، کیفیت ساخت خوبی هم داره. راستی بچه‌ها حتما مشخصات ریستر و جزئیاتشون رو حتما براتون تو دیسکریپشن می‌نویسم، حتما دیسکریپشن رو مطالعه کنید. بچه‌ها 2 تا 10000 تموم شد، می‌خوایم بریم سراغ 20000. اول می‌خوام از مدل Q13Q شروع کنم. بچه‌ها قابلیت کوالکوم کویک شارژ داره، 20000، 3 تا درگاه خروجی داره. نمایشگرش به صورت عددی نشون میده، مناسب تبلت و موبایله. حالا آمپرش و ولتاژش و ایناشو براتون ریزشو من توی دیسکریپشن حتما می‌نویسم برای بچه‌ها. همون کابل همیشگی که رعایت میشه، USB به تایپ C. داخلش دیگه چیزی نیست، فقط یه بروشوره. این سراغ خود پاور بانک. بچه‌ها خود پاور بانک کیفیت ساخت عالی، 22.5 وات نوشته این گوشش. اینم خوش دسته. اینم بازه قیمتیش بین 1,500 تا 2 تومنه. Q13Q، دکمه پاورش کنارشه. اوه بچه‌ها درصد شارژ رو ببینید چقدر خوشگل این گوشه درج کرده، درست کرده، یعنی طراحی کرده. 81% هم شارژ داره. خیلی خوشگل این گوشه. درصد باتری رو گذاشته. از اینایی که مثلا چیز داره خیلی خوشم میاد، درصد شارژ رو می‌نویسه نسبت به اون LED ها. زیاد دوست ندارم اونو، ولی اینا خیلی باحاله. خب بریم سراغ درگاهش. 2 تا درگاه خروجی فست شارژ داره، یه درگاه میکرو داره ورودی فقط، یه درگاه تایپ C PD هم ورودی هم خروجی. این هم درگاهش بچه‌ها. مدل Q13Q. سبک هم هست. اینم مناسب کارهای روزمره‌تونه. خیلی پاور بانک خوب و خوش دستیه. فقط یه مقدار نسبت به اون 20000 یه کمی سنگین تر. بریم سراغ مدل بعدی، مدل آسیونو کیو PD 20 وات 22.5 وات کابل، مناسب تبلت و موبایل. اینم نمایشگر LED رو داره. 4 تا بچه این خروجی داره. داخلش چیزی نیست. باز مثل اون مدل قبلیه که 10000ش بود، آسی 8 کیو. بچه این آسیو 9 کیوه، دقیقا مثل همونه شکلش. از این کابل داخلش داره، کابل سرخدا. اون کابل سفیده هم که رعایت کرده همیشه کانفلون. خیلی ممنونی ازش، عذرخواهی میکنم بچه، سیستمو کلا دادم رو هوا. اینم داخل پاور رو میتونید ببینید. اینجا یه طراحی کردن که شما طراحی شیشه‌ای که میتونید داخل خود پاور هم ببینید. از این دکمه پاورش رو بزنم، درصد شارژش هم به صورت عددی نشون میده. خیلی هم عالی. یه درگاه خروجی USB داره، یه درگاه ورودی خروجی تایپ C، یه درگاه تایپ C هم داره که واسه این کابل است. بچه این درگاهش خیلی کم که، یعنی این دوتا میشه درگاه خروجی دیگه، تایپ C و لایتنینگ میشه خروجی. یه درگاه USB خروجی هم براتون گذاشتم. اینم که تایپ C به این سمت بعد جا بدید تو به این شکل. دوباره این پشتم براتون یه جایی طراحی کردم برای این دوتا کابل به این صورت. حالا من جابجا زدم، برعکس زدم، اینجوری زبطری شد، خوشگل شد. ولی اینم خیلی پاور بانک باحالیه، در طول روز میتونید ازش استفاده کنید جایی که دسترسی به پریز برق ندارید. این کابلای سرخود خیلی خوبه بچه‌ها، کابلای بلندی نیست که تو دست و پا باشه. بچه‌ها بریم سراغ مدل آخر، مدل A23Q. اینم خیلی مدل باحالیه، من خیلی دوستش دارم اینو. بچه‌ها فست شارژ موبایل پاور سپلای آخرش زده، میتونید لپتاپ هم حتی با این شارژ کنید، با این پاور بانک 20000 A23Q کانفلون. نگاه کنید این انتها عکس لپتاپ هم کشید، یعنی شما لپتاپ هم میتونید باهاش شارژ کنید. اینم نمایشگر LEDش هم به صورت عددی نشون میده. PD 20 وات، USB 22.5 وات، LED دیجیتال دیسپلی. قابلیت کوالکوم کویک شارژ هم داره بچه. خب سریع بریم برای آنباکسش، معطلش نکنیم. بچه یه خبر خوب
دیگه اون کابل رو نداره، اون کابل سفیده رو نداره که همیشه رعایت میکرد. بچه تو مدل A23Q استاندارد نقص شده. دکمه پاورش بچه روی صفحه است. 20000 خیلی پاور بالیه حاجی، خیلی خوشم اومد ازش. چقدر خوبه، چقدر خوشگله. 1 2 3 4 تا کابل سرخود داره برای خودش، خیلی خوبه بچه. 4 تا خروجی کابل بگیرید دیگه نیاز به کابل خریدن ندارید، کارتون رو راحت کرده. خیلی خوشگل. نمایشگر LEDش هم این گوش است. 83% هم شارژ داره. برای شارژ کردنش به صورت فست شارژ میتونید شارژش کنید. درگاه تایپ C داره کنارشه. یه درگاه USB خروجی فست شارژ هم این بغلش داره. حالا کابلاش، شما یه کابل USB دارید، خیلی هم کابل باحالی. این USB میتونید شارژ بگیرید، خروجی بگیرید. یه کابل میکرو داره، این کابل دومش کابل میکرو، کابل سوم کابل تایپ C. چقدر خوب. کابل چهارم کابل لایتنیک. بچه‌ها این همه کابلا رو خودش داره. خیلی پاور بانک خوبیه این A23Q، خیلی هستمش. دمش گرم واقعا. کانفلون چیکار کرده، خیلی عالیه بچه‌ها. شما خروجی 4 تا کابل داشته باشید، همه نوع کابلا هم داشته باشید، لایتنیک، تایپ C، میکرو، USB. دیگه چی میخواد؟ یه پاور بانک به تمام معناست، یعنی تمام دیگه هر چی بخواید داره. دیگه هر چی بگم کم گفتم، خدایی خیلی پشت دست سبک. بازه قیمتیش هم فکر میکنم 1.5 تا 2 تومن باشه، چون گفتم تازه اومده، من دقیق قیمتاشو ندارم. خیلی پاور بانک خوبیه. کانفلون واقعا یه سری مدلاش فوق‌العاده کار کرده بچه دیگه تموم شد مدلامون. 5 مدل هم براتون آنباکس کردیم. دمتون گرم که تا این ویدیو رو تماشا کردید. حمایت فراموشتون نشه. اگه از ویدیو خوشتون اومد، بدتون اومد، هر چی بود حتما بهم تو کامنت ها بگید. من دوست دارم ازم انتقاد کنید. اگه بد دارم براتون ویدیو ضبط میکنم حتما بهم بگید آقا ویدیوات بده، من حتما اصلاحش میکنم، به خاطر اینکه نظرات شما خیلی برام مهمه. دوستتون دارم. لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب فراموش نشه. از من حتما حمایت کنید. خیلی گلید بچه‌ها. خدا نگهدار.